پاره‌ها از کتاب یگور کازیمیرویچ میندورف پوتشیستو از اورنبورگ و بخارا، سیاحت از اورنبورگ به بخارا 1826 میلادی، شهر پاریس. تاجیکان به تجارت مایل دارند. آنها به عملیات تجارتی خود آنقدر سعی و تلاش میکنند که در زندگی هر روزه به صرفه و سرشته‌کاری رعایت نمایند. این سبب شد که بخارا اساساً به کشوری تجارتی مبدل شده است. چهره تاجیک همیشه در خود افاده فروتنی و حلیمی و بی‌آشوبی و آرامی را دارست. تاجیکان خادمان دولتی، فعال، زحمت دوست بوده به هنرهای گوناگون قابلیت و استعداد دارند. آنها تاجر و هنرمند بوده زمیندار هم هستند. حیات کوچمنشگی ندارند. بیشترشان خوانده و نوشته می توانند و متمدن ترین قسمی اهالی بخارا را تشکیل می دهند. تاجیکان مردم کارشناس، مهنت دوست و هنرمندند. بیشتر به کشاورزی، کاسبی و تجارت مشغولند و به حیات کوچیان توجه ندارند. بیشتر آنها باسواد بوده ساکنان متمدن آسیای مرکزی می باشند. تاجیکان تا جایی به من معلوم است در کره زمین یگانه نمونه موجودی ثابت قدم خلق استادگر شناخته می شوند که به ضدیت‌های طی 100 ساله ها به آنها رسیده، نگاه نکرده، با رخنه باز راه خود را یافته برقرار گردیدند. از روی ساختار سری تاجیک نمونه بهترین عالی همتی و خرد بوده، همزمان باید اعتراف نمود که آنها دارای قابلیت فوق‌العاده معنوی می باشند.